خداوند جان آفرین، خدا قوت. رسیدیم به ابزار بسیار مهم بعدی به اسم لئوناردو. بدون هیچ پیش زمینه‌ای بریم ابزار تولید تصاویر و کارهای جالبی که لئوناردو برای ما میکنه رو ببینیم. خب از اینجا وارد سایت لئوناردو میشیم. سایت لئوناردو آدرسش رو براتون میذارم. حتما نکاتی که بگم رو دقت کنید. حتما از تحریم شکن خوب استفاده کنید. 403.ir شکن یا حالا تحریم شکنه دیگه که وجود داره ازش استفاده کنید. سایت لئوناردو leonardo.ai باز نشد، مشکل تحریم شکنه. حتما و هنگام ورودتون به صفحه با مرورگر کروم وارد بشید. اگر سیستم عامل موبایلتون اندرویده، از بالا سه نقطه عمودی داره بزنید. سایت که باز شد گزینه دسکتاپ سایت یا سایت ویژه رایانه، سایت مخصوص رایانه یا کامپیوتر رو کلیک میکنید. اگر هم آیفون بود پایین سه نقطه افقی رو میزنید و سایت مخصوص رایانه یا دسکتاپ سایت انتخاب بکنید. در اندروید ممکن اون سه نقطه نباشه، به جاش یه فلش قرمز رنگ رو به بالا یا پایینه. اون فلش قرمز رنگ حالا یا چپه یا راست، روش کلیک میکنید، اون سه نقطه انگار منوش باز میشه و بعد دسکتاپ سایت رو انتخاب میکنید. بچه‌ها وارد سایت میشیم. اینجا یه گزینه‌ای داریم به اسم Get Started. چیز دیگه ای رو نمیخواد بزنید، ما کاری با بقیهش نداریم. گزینه Get Start رو میزنیم. طبق روالمون، همون روال همیشگی. خب من یه خروج میزنم چون الان قبلا با یه دونه یوزرنیم اومدم تو. میخوام شما ببینید نحوه ورود چجوریه. زمانی که لئوناردو رو باز میکنم، گزینه Get Start رو میزنم، وارد این صفحه میشم. طبق روال میدونید دیگه، یا با اکانت مایکروسافت آوتلوکتون یا هاتمیل مایکروسافت، یا با اکانت گوگل. اگرم اپل دارید اپل. من گوگل رو میرم، همیشه همین رو میرم. اکانتم رو باز میکنم از جیمیل. خب مستقیما میره وارد لئوناردو میشه. اگرم اینجا از من چیزی خاص وارد میکنم، میگه چیزی میخوام، میگم نه لیتس گو. اگه احیانا ازتون یوزرنیم خواست، یه جایی بالا نوشت یوزرنیم، میتونید اسمتون رو وارد کنید، بعد روی صفحه کلیک کنید که قسمت یوزرنیم رد بشه. اگر اینجا موندین میتونید به پشتیبان تماس بگیرید. خب بچه ها، ما تا اینجا وارد سایت لئوناردو شدیم. گزینمون هم دسکتاپ سایت. نمونه تصاویری که تولید کرده رو هم میبینید چی بوده چی شده. خب گزینه‌های مختلفی اینجاست. من روی ایمیج کرییشن کار میکنم. ایمیج کرییشن کلیک میکنم. مردی در ماشین بنز در حال حرکت در اتوبان، لطفاً از بالا از قسمت راننده از بیرون ماشین به من نشان بده. یکم درست کنم. لطفاً از طرف راننده از بیرون ماشین به من نشان بده. ببینید تصویر پرامپت ناقصه، زیاد پرامپت جالبی نیست. عمدن اینجوری نوشتم، ببینیم چی در میاد. میتونستم رنگ رو انتخاب کنم، میتونستم لنز دوربین رو انتخاب کنم، تصویر واقعی یا سینمایی باشد رو مشخص کنم. ببینیم خروجی داره برام این پایین تولید میکنه. یک بار بزنید. اینا تصاویری که قبلا تولید کردم. گربه در حال خوردن سبزی در جنگل، یا میوه‌جات یا سبزیجات در جنگل. خب یه ذره تصویر رو بازتر میکنم. لطفاً 10 ماشین جلو و پشت سر راننده دیده شود. عکس رفت برای تولید. من یه عکس دیگه سرچ کنم.
یه ذره غیر واقعی داره نشون میده و دقیقا حالا این بهتره، این جالب نیست. این رو میگیم داره رانندگی میکنه همزمان ماشینم دیده میشه. گفتم با دستور درگیر بشین، چند بار دستور رو بزنین تا عکس مورد علاقتون رو بهتون بده. این مسلما این دوتا عکس مورد نظر من نیست، این به سلیقه من نزدیک تره. میتونم سیوش کنم و در نهایت حالا ادامه بدم. بگذاریم من برمیگردم دوباره به لئوناردو. خب اینجا گزینه‌های مختلفی داره. ما موشن رو هم داریم. موشن رو میزنم، البته یه بک بزنم توی ایمیج کریشن، عکسم رو یه سیو بکنم، با این عکس کار دارم. خب وارد قسمت موشن میشم، گزینه موشن رو میزنم، سلکت ان ایمیج رو میزنم، دوباره برمیگردم سلکت ان ایمیج برای اینکه راحت باشین، موشن سلکت ان ایمیج، یا عکسایی که ساختم میتونم اصلا بزنم سلکت فرام ریسنت ایمیج. از این عکس‌ها اینا فرق آنچنانی نمیکنه، باز دوباره از همون عکس‌ها برای من میگیره. عکس این قسمت زمانی انجام میشه که شما یک عکس رو باش تولید کرده باشید. خب من مثلا اون عکسی که به سلیقه این بهتره کلیک میکنم، کانفرم، عکس اومد. خب اینجا میتونم موشن حالا اینا رو تغییر بدم. حالا من زیاد با اینا میتونم در کار نکنم، کاری ندارم. اینجا دستور خاصی از من نمیگیره، بر اساس خودش، یعنی بر اساس اون اتفاقی که میفته تغییرات رو انجام میده. من عکس رو انتخاب میکنم، حالا یه مقداری کانفرم، میام پایین، اینو دستکاری کردم، حالا جنریت رو میزنم، میاد بر اساس چیزی که خودش حس میکنه چه تغییر رو تصویرت بده. اینجا نمیتونی بهش دستور بدی یا عکس بدی. ما تو فایرفلای توضیح دادیم چجوری میتونی تغییر بدی، عکس بدی، متن تو عوض کنی، ولی اینجا نمیشه. اینجا باید عکس تو باید خروجی بده. ببینیم. خیلی خوب، میایم توی قسمت صفحه اصلیمون هوم، قسمت پرسونال فید رو انتخاب میکنیم. پس حتما دسکتاپ سایت خورده باشه، برای موبایل نه برای کامپیوتر. هوم، پرسونال فید، این قسمت ها عکسایی که شما تولید کردید. من میام رو موشن، قبلا یه گربه رو تولید کردم، ببینید میتونید این رو ببرید تو اینشا، طبق آموزشی که بهتون دادم این پایینش رو کراپ کنید. آها، یا حالا تو نرم افزارهای مختلف مثل فایرفلای این یه تیکر آبجکت رو ریموو کنید. حالا با این کاری نداریم، فیلممون در حال تولید شدنه، هنوز تولید نشده. یه ذره باگ هم داره که این ماشینا از رو اینا رد میشن. خب این داستان خودشه دیگه. حالا میتونید اینجا که رسید کاتش کنید، نذارید ماشینی از رو این رد شه که تابلو بشه. خیلی خوب. مشکلاتی که اینا داره، این یکی از مشکلاتش اینه که ما نمیتونیم بهش دستور بدیم، خودش متحرکش میکنه. اینو داشته باشید. اینجا با لئوناردو ما بیشتر کارمون با رانویه، متحرک کردن عکس. اما صبر کنید بریم آموزش بعدی رو ببینیم. فعلا برمیگردیم دوباره توی همین صفحه هوممون. گزینه‌های مختلف داره، مثل ریل تایم جن، ریل تایم کانواس، و حالا میام اینجا ریل تایم کانواس رو میزنم. خب شکلی که کشیدم رو پاک میکنم، یه شکل دیگه آنلاین میکشم. رو براش دسکتاپ سایت براش کلیک میکنم، یه خونه میکشم. آنلاین الان داره برای من تبدیل میکنه. خب میام حالا سبکش رو عوض میکنم، یا نقاشی. ببینید ویژگی تصویر داره تغییر میکنه با این کار. ببینید، یا حالا میتونم کمترش کنم. هر کاری هم اشتباه کردم آندو یا ریدو، نه پاک میکنم،
کلا تصویرمو پاک میکنم. برمیگردیم صفحه اصلی. حالا ریل تایم جن رو میزنیم. بچه ها همزمان من میتونم اینجا پرامپت بدم، گوگل ترنسلیت اسب نشان بده. فارسی نوشتم یه چیز دیگه نشون داد. انگلیسی، حواستون باشه انگلیسی، فارسی نمیزنید. اسب نشان بده. به همراه 2 بچه سوار بر اسب. این فرقش با اونا چیه؟ این آنلاین تولید میکنه، همین الان تولید میکنه. خب یه مقدار کیفیت تولیدها رو نگاه کنید، چون ریل تایم ممکنه خوب نباشه. هفت اسب مشکی را نشان بده. 7 اسب قرمز را نشان بده. ببینید میاره، چیزایی که خلاف باشه رو نمیاره. حالا ببینید 7 اسب بنفش رو نشون بده. میخوام نیاره ولی میاره. خب بچه ها کلیت تصویر رو دیدید. برمیگردیم. خب ایمیج کریشن و موشن رو گفتم. بچه ها همه اینا هر کدومشون یه سری آپ اسکلر مثل کات آوت اپلیکیشن سایت کات آوت که الان بهتون یاد میدم میاد کیفیت تصویر رو میبره بالا، ولی ممکنه عکس شما رو خیلی وقتا آپلود نکنه. کنوس هم ادیتوره، یه ادیتوره که میتونه روز صفحه شما تغییراتی ایجاد کنه، میتونه یه سری چیزا رو پاک کنه، میتونید تصویر کنید. حالا کار خاصی میتونید باش انجام بدید، چند تا عکس براتون تولید کنه. ما با این قسمت فعلا کاری نداریم. ادیتوره بیشتر برای تولید تصاویر کار میشه. موشن هم باش کار کنید، زیاد کیفیت موشنش خوب نیست. ما بیشتر لئوناردو رو برای تولید تصاویر استفاده میکنیم. لئوناردو، ایدئوگرام تا الان یه رقیب خیلی خوبن. فایرفلای هم کنارشون بذارین تا ابزارهای بعدی رو بهتون بگم. بریم برگردیم دوباره میبینمتون.